توحید ذات است. قرآن عظیم‌الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اول ذات خالق بر ما معرفی میکنه. ذات خالق بر ما معرفی میکنه که او آیات قرآن که مشخصاً در مورد ذات آمده است. اول درسش چی است که آیات قرآن بر ما میگه که قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الصمد، الله بی نیاز است. چی معنی بی نیاز است؟ یعنی آنچه که یک مخلوق به اون نیاز داره، الله از اون نیازمندی ها بی نیاز است. مثلا من مخلوق در ذات خود به اعضای مادی بدن نیاز دارم. الله سبحانه و تعالی از اعضای مادی بی نیاز است. او خالق است. مثلا من انسان هستم، من به روح نیاز دارم. روح مخلوق است و اگر روح نباشه جسم ما کار نمیده. پس الله سبحانه و تعالی از آنچه که مخلوق است و مخلوق به اون نیاز داره بی نیاز است. من انسان نیاز دارم به پسر، دختر، خواهر، برادر، مادر، پدر، اعضای خانواده. الله سبحانه و تعالی بی نیاز است از آنچه که من به اون نیازمند هستم. چرا من مخلوق هستم، محتاج هستم. اگر پدر نمی داشتم من وجود نمی داشتم. اگر مادر نمی بود من نمی بودم. اگر من فرزند نداشته باشم احساس کمبود میکنم. اگر من خواهر و برادر نداشته باشم روابط اجتماعی بسیار خراب می باشه. پس من به خاطر ضرورت هایی که دارم به این چیزها نیاز دارم. اما خالق، صمدیت خالق امیر بیان میکنه که قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.